دوستان توجه کنید ای فرمایش دو که براسانه ای محفلانه پشما معرفی و اعلان کنی شیم دیوانا فرمایش داتی محمد علی شیرزئی و عبدالواحد شیرزئی همچو فرمایش انتا نجیب الله شیرزئی داود شیرزئی بامن شیرزئی شارام شیرزئی ناصر شیرزئی امین شیرزئی و عارف جان شیرزئی میلاد شیرزئی و همچو فرمایش انتا احسان شیرزئی آصف جان شیرزئی و ابراهیم شیرزئی و همچو دیگر گروه طرفای شمال شاوستان گلستان شارک گالیکش فرمایش داتا علی خان شیرزئی براوشو صوبین بی امید رضای شیرزئی و همچو فرمایش انتا آج محمد علی سارانی عباس آغای سارانی و آج نبی سارانی عبدالله سارانی ابراهیم سارانی احمد سارانی حسن سارانی حسین سارانی و سرور شاوزئی همچو فرمایش انتا عبدالرحمن شاوزئی و منجان شاوزئی و داود براوی فرمایش انتا عباس و آج مبینی ای بهارو ای سنم ای نوجوانی وطن ای خوشی و ای محفل و ای کامرانی زنده باد شما شاعر و خواننده زاهد بلوچن تا دولت کے سرا کارکان گوندین آرمان شیرزئی امی پل مردار عارف جان و تگندت سانے تھا کہ ہر کسی گوشی بیائی دستائیں تھا آرزوی یک دیدارو یک محفل دارم دوستان کنین تاریم ششایران و جان شایر لبانی بیانگت نامش از زندان پاوانستان ارمانی کنین تاریم ششایران و جان شایر لبانی
نقشای